سلام بچه ها، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. امروز میخوام بهتون شغل کشاورزی رو آموزش بدم. اول از همه به جاب سنتر شهر که در منطقه 382 قرار داره میاد و شغل کشاورز رو انتخاب میکنید. بعد از اینکه شغل کشاورز رو انتخاب کردید، داخل نقشه به سمت فارم حرکت میکنید. اینجا مزارع مختلفی هستش مثل فارم دامداری، مزارع کشاورزی و چیزای دیگه. خب ما به سمت مزارع دامداری حرکت میکنیم و ادامه توضیحات رو اونجا بهتون میگه. خب بچه ها، دیگه داریم به مزارع دامداری نزدیک میشیم و اونجا با فارم کردن یونجه میتونیم گوشت به دست بیاریم. البته اونجا ما میتونیم گوشت مرغ هم به دست بیاریم. در کمی اون طرفتر هم مزارع مختلفی مثل مزارع برنج هم هستش. برای فارم کردن یونجه شما باید به این دایره زرد رنگ بیاین و دکمه ای رو بزنید. وقتی که مقدار زیادی یونجه به دست آوردید، به اون دایره قرمز رنگ میرید و اونا رو تبدیل به گوشت گاو میکنید. این قسمت هم برای گرفتن گوشت مرغ هستید. به عنوان مثال الان من 40 تا یونجه جمع کردم و به این دایره قرمز رنگ که میاد، برای تولید 2 گوشت گاو به 40 یونجه نیاز دارید که ما تونستیم 2 تا گوشت گاو بگیریم. برای مرغم همینطوره، البته کمی متفاوته. ارزن به دست میاریم و اونا را تبدیل به تخم مرغ و یا البته میتونیم تبدیل به گوشت مرغ هم کنیم. برای مرغ به 40 تا ارزن نیاز داریم برای تبدیل به گوشت مرغ. خب تعداد ارزن ما به 40 تا رسید و میایم که اونا رو تبدیل به گوشت مرغ کنیم. هر 40 تا بهمون 2 تا گوشت مرغ میده. ما میتونیم همین کار رو ادامه بدیم و گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت گاو به دست بیاریم. در قسمت دیگه از این مزرعه ما میتونیم به این دایره های سفید بیایم که مرحله اول همینطور که نوشته اینجا. برای تولید شیر نیاز به 3 یونجه داریم. دوباره ما به قسمت زرد رنگ میریم و یونجه ها رو جمع میکنیم و به قسمت سفید رنگ میریم. به عنوان مثال الان من 4 تا یونجه جمع کردم و به قسمت سفید رنگ. خب حالا ما یه ظرف شیر تولید کردیم. اینجا میگه برای تولید ماست نیاز به 3 شیر است.
باید بازم بریم یونجه جمع کنیم تا بتونیم شیر بیشتری تولید کنیم و اونا رو تبدیل به ماست کنیم. هر کدوم اینا واسه خودشون امکان فروش دارن و میتونید به مالخرشون بفروشید، ولی پیشنهاد من اینه که با رستوران ها صحبت کنید و موارد مورد نیاز اونا رو بیا جمع آوری کنید و به رستوران ها بفروشید تا پول بیشتری نصیبتون بشه. خب ما میریم دوباره شیر تولید کنیم تا اونا رو تبدیل به ماست کنیم. خب ما اینجا با 3 ظرف شیر یه دونه ماست تولید میکنیم. اینجا میگه شما به 3 عدد ماست نیاز دارید برای پنیر. ما باید اینجا ببینیم که 3 تا شیر تولید کنیم و دوباره اونا رو تبدیل به ماست و بعدش تبدیل به پنیر کنیم. خب ما دوباره نیاز داریم که بریم یونجه جمع کنیم و اونا رو تبدیل کنیم. ولی خب برای اینکه وقت ویدیو گرفته نشه شما خودتون این کار انجام بدید و به مالخر همین بغل که نزدیک منطقه 2025 و 2024 بیاید و موارد مورد نیازتون رو بفروشید. که البته گفتم پیشنهاد من اینه که اونا رو به رستوران‌های خریدار بفروشید که پول بیشتری نصیبتون بشه. در این قسمت ما جلوی این مرده میریم و دکمه ای رو بیا اینجا ببینم. گوشت میخره دونه ای 250. جون به خودتو جنست. سلام ماه من. مرغ میخره. وای این جون به به جنستم مثل سلام جیگرتو بخورم. شکر، آرد گندم و پودر قهوه که اینا رو باید از مزارع کناری به دست بیارید و این تخم مرغ و شیر و ماستی که به دست آوردید که البته اینا رو باید تبدیل به پنیر کنید و به رستوران ها بفروشید. خب ما به مزارع کناری میریم، پس در ادامه ویدیو با من همراه باشید. چیزی که بیشتر در این مزارع خریدار داره گوشت گاو و پنیر هستش. البته برنج هم خریدارای زیادی داره. خب ما به مزارع برنج میایم و شروع به فارم کردن میکنیم. در این دایره های سبز رنگ شالیزار برنج وایسیم و دکمه ای رو میزنیم. در این بخش نقشم یعنی در منطقه 2020 و 24 بین این دو منطقه شالیزار برنج وجود داره که شما میتونید به فارم کردن برنج بپردازید. برخی از محصولات کشاورزی امکان فروش پیش مالخر رو دارن و برخی اونا رو باید به شخصایی که خریدار هستن بفروشید. خسته نباشی. بابا خستم. خوب شما؟ 26 تا مرکبات جمع کردم، 15 تا انگور با 27 تا کیسه برنج. خب ما به سمت مزارع دیگه میریم و به ادامه ویدیو میپردازیم. خب دوستان بغل همین مزارع برنج مزارع سیب زمینی هم هستش که باز شما میتونید به این دایره ها بیاین و با زدن دکمه ای سیب زمینی فارم کنید. کلا در این منطقه
که در این بخش قرار داره شما میتونید محصولات مختلفی رو به دست بیاری و اونا رو به فروش برسونید. خب من به سمت مزارع دیگه هم میرم تا اونا رو به شما نشون بدم. کمی پایین تر از مزارع سیب زمینی که میایم، درست روبروی مزارع برنج درختای میوه هستش که شما میتونید از اینا مرکبات به دست بیارید. دوباره ما داخل این دایره ها میایم و با زدن دکمه ای مرکبات فارم میکنیم. مرکبات هم میتونید بفروشید و هم میتونید اگر که گشنتون شد از اونا برای خوردن هم استفاده کنید. نایس. خب دوستان، ما هم تونستیم که در بغل همین مزارع برنج هم مرکباتی به دست بیاریم که استفادهشون هم بهتون گفتم. در ادامه ما به مزرعه قهوه میریم و در اونجا هم پودر قهوه فارم میکنیم. خب دوستان، قبل از اینکه به مزارع قهوه بریم من گفتم که در بغل همین مزارع برنج به مزارع نیشکر هم یه سر بزنیم. ما در اینجا دوباره با رفتن داخل این دایره ها و زدن دکمه ای میتونیم نیشکر به دست بیاریم که اونم فروش خوبی داره، که البته اینجا به جای نیشکر به ما عتیقه هم داد. عتیقه یه سری موارد هست که با فارم کردن به دست میاد و قیمت خوبی داره و اونا رو میتونید در منطقه 315 این مالخر آبی بفروشید. بازم عتیقه به ما داد. در صورتی که اینجا مزارع نیشکر هستش توی این دوبار به ما خب این دفعه به ما نیشکر داد و همونطور که گفتن نیشکر هم فروش خوبی داد. در آخر ما به مزارع قهوه میریم و ویدیو رو در اونجا به پایان میرسیم. خب دوستان، بعد از مدتی گشتن من فهمیدم که مزرعه قهوه درست بغل مزرعه نیشکره و شما به داخل این دایره آبیان و با زدن دکمه ای میتونید که فارم قهوه به دست بیارید. در اینجا ما آسیابو داریم و همچنین مالخر لبنیات و غلات. عتیقه هارم که همونطور که بهتون گفتم در این منطقه به فروش میرسه. ما با استفاده از فارم کردن در این مناطق تونستیم دانه قهوه، تخم مرغ، برنج، سیب زمینی، عتیقه، شیر، ماست، باز عتیقه و نیشکر به دست بیاریم. ما گوشت گاو و مرغ هم تونستیم به دست بیاریم. همچنین میتونستیم که ماستمون رو تبدیل به پنیر کنیم. در کل در این مناطق فارم های مختلفیه که شما میتونید اینجا با ساعت ها فارم کردن انواع مختلفی از این فارم ها رو به دست بیارید و اونا رو به اشخاص، رستوران ها و شرکت ها بفروشید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.